حالا میخوایم راجع به هر دوتای این گروه ها حرف بزنیم و بهتون بگم چه جوری باشون جمله میسازیم. بریم سراغ کاتگوری B. مثلا همون جک is a dentist. Jack is a dentist. جک دندون پزشکه. منفیش چه شکلی میشه؟ Jack is not a dentist. سوالیش چه شکلی میشه؟ کی میدونه؟ قطعا یه سراتون میدونید ولی خب الان نیستید که بگید. وقتی که ما میخوایم اینایی که همایز دارن رو سوالی کنیم کار میکنیم. وقتی که میخوایم اینایی که همایز دارن سوالی کنیم simply اون دوتا کلمه اول که میشه فاعل و فعل جاش رو عوض میکنیم. مثلا میگه Jack is a dentist. سوالش میشه آفرین Is Jack a dentist؟ تموم شده رفت. خب اینم که بهتون گفتم. و این مرحله دوم سوالی که میگم با یه سری کلمات که مثلا WH دارن مثل what, when, where، مثلا who، اینا استفاده میشه دیگه. مثلا میگم که Ali is my brother. Ali is not my brother. Is Ali my brother؟ بعد مثلا میخوام با WH رو رسم میگم who is Ali. خب یا مثلا you are sad، جمله مثبت. منفی you're not sad، سوالی are you sad و در حال سوالیش why are you sad. یعنی خیلی وقتا ما بعضی وقتا با این تو این WH لازم ساختار یه ذره تغییر بدیم، بعضی وقتا ساختار میتونیم همون شکلی بیاریم که حالا اینو باید بیشتر تمرین بکنید توی جمله سازی. این شد از گروه اول که بیه am is are. خب بریم سراغ قسمت بعدی یا همون other verbs. دقت کنید توی حال ساده شما یه دونه فعل داری یا am is are رو داری یا other verbs رو داری که هر کدوم رو بلدی چجوری استفاده کنی. یا معنی بودن رو داری یا معنی خوابیدن، بازی کردن، یک کار دیگه ای رو داری. خب ما وقتی که میخوایم جمله بسازیم قاعدتا یه سری فاعل داریم. I، you، we، they. من همیشه این شکلی میگم که راحت ترم درس بدم. he، she، it. با همون sleep اولین فعل میگیم. خب میگیم I sleep at 11 p.m. every night. I sleep at 11 p.m. every night. خب حالا you با you بگو. آفرین. You sleep at 11 p.m. every night. We sleep at 11 p.m. every night. They sleep at 11 p.m. every night. حالا بفرمایید که he چجوری میگیم؟ اینجا یه فرق کوچولو هست دیگه. هی و شی و ای یه ذره پارتیشون کلافته، یه ذره فرق دارن. این شکلی میگیم که این هم شبیه ولی هی و شی و ایت که بهتون گفتم یه ذره فرق دارن. اینا اسم میگیرن، فعل تو اینا اسم میگیره. چرا؟ چشم ابروشون مشکی تره. اما بالا به طور کلی تو قاعده است دیگه. تو زبان انگلیسی این شکلیه که هی و شی و ایت اسم میگیرن. پس میشه he sleeps at 11 p.m. every night. She sleeps at 11 p.m. every night. It که حیوونا و اشیاء مثلا وینکی سگ من it sleeps at 11 p.m. every night. خب حالا که اینا رو یاد گرفتید و حواستون هست که اظهار رو جان اندازین، چون بچه ها همیشه میگن که بابا دیگه این که چیزی نیستیه، ولی خیلی جالبه که خیلی اظهار رو جا میندازن. واقعا نکنید این کارا.
third person is حرمت داره، استفادهش کنید. حالا ما همین کار کردیم دیگه، گفتیم آقا مثبت، جمله مثبت، جمله منفی، جمله سوالی و حالا اگه اشانتیون اون دو مرحله سوالی با اون WH هم احتمالاً بگیم. خب جمله مثبت I sleep at 11 p.m. every night. We cook together. We cook lunch together مثلا. خب حالا منفی توی همین کاتگوری اول I, you, we, they ما اینا رو با چه کلمه منفی میکنیم؟ اگه گفتی بله، ما اینا رو با simply با don't منفی میکنیم. یعنی این don't رو قبل فعل میاریم، درسته؟ مثلا میگم که همون do not، مثلا میگم I sleep at 11 p.m. every night. I don't sleep at 11 p.m. You sing a song, you don't sing a song. درسته؟ پس تیک بزنیم. مثبتشو گفتیم، منفیشو گفتیم، سوالیش با چیا اینا رو سوالی میکنیم؟ I, you, we, they و با دو سوالی میکنیم اینا رو. خب مثلا میخوایم بگیم که I like جمله مثبت، مثلا همینو بگیم I sleep at 11 p.m. every night. I don't sleep at 11 p.m. every night. حالا سوالیش چی میشه؟ سوالیش میشه do I یا do you sleep at 11 p.m. every night. درسته؟ آیا شما این کار رو میکنید؟ Do you sleep at 11 p.m. every night؟ و دو مرحله سوالیش چرا؟ Why do you sleep at 11 p.m. every night؟ اینجا بعضی وقتا لازمه ساختارت یه ذره عوض شه، بعضی وقتا میتونی همون سوال رو بیاری انگار کپی کنی پایین و یه why بذاری اولش. مثلا do you smoke؟ Why do you smoke؟ اینطوری. پس این شد واسه I و you و we و they. برای he و she و it دوباره واسه اونم داریم دیگه، مثبت، منفی، سوالی و دوباره دو مرحله سوالی کنیم. خب he sleeps at 11 p.m. every night. جمله مثبت رو گفتیم، یادمون نمیره که با he و she و it جمله مثبت اسم میگیره. حالا چجوری منفی میکنیم؟ ای گفتی برای منفی ها بله داری درست فکر میکنی، ما از doesn't استفاده میکنیم. کجا بذارم اینو؟ همینجا بذاریم. ما از doesn't استفاده میکنیم. مثلا میگیم she sleeps at 11 p.m. every night. She doesn't sleep at 11 p.m. every night. He plays badminton. He doesn't play badminton routine. نه یعنی یه چیزی راجع به این آدمه که badminton اصلا بازی نمیکنه. He doesn't play badminton. خب سوالیش چی میشه؟ با چی سوالی میکنیم؟ آفرین، با does. دوباره با همین جمله میریم. He sleeps at 11 p.m. every night. He منفیش doesn't sleep at 11 p.m. every night. سوالیش does he sleep؟ یکی از معلمایی که دوستام قبلا همیشه به زبان آموزاش که تینیجر هم بودن این شکلی میگفت does اسپرونه، اسو میپرونه. Does he sleep at 11 p.m. every night؟ و دو مرحله سوالی اگه دوست داشتی why does he sleep at 11 p.m. every night؟ حالا مثلا تو فکر کن when داری دیگه، نمیگی 11 p.m. و دیگه، چون when یعنی چه زمانی، میگی when does he sleep، همیشه کی میخوابه. و این گونه. خب
حالا اگه سر کلاس بودین که قطعا کلی با هم اینو تمرین میکردیم که بتونید اینا رو قشنگ بلد چی جواب بدید و خب همه اینا رو هم با هم نمیگفتیم دیگه. یعنی اگر که مثلا مبتدی یه تیکه اول بی امایزا رو برید تمرین کنید، بعد برید other verbs رو مثلا یاد تمرین کنید و بعد هم تیکه آخر. خدا نگهدار. پس توضیحات؟ چه توضیحات؟